نمیبرن. اگر چطور باشه که یک جشنی باشه بخشی بخورم اینا نیست. اولین آهنگی که یاد گرفتین چی بود؟ یادتونه؟ اول آهنگ چی؟ اول آهنگی که یاد گرفتین تو همون 10-12 سالگی؟ نه بیادم. یادتون نیست. چه آهنگی بیشتر دوست دارید؟ همه؟ چه آهنگی این همه زدید بیشتر دوست دارید؟ همین آهنگ زلیخان اون وقت زمان گرم بود. این آهنگ زلیخان برای تازه بود. خودتون خوشتون یعنی اونی که به دلتون خوش آهنگ بیاد. زلیخان همین که شروع میکردیم کار رو اول بسم الله همین آهنگ زلیخان بود. با زلیخا شروع میکردیم. با زلیخان خودتون چه آهنگی رو دوست دارین؟ داستان همین زلیخان داستان داره. خیلی هم طول میکشه. یک تا مدتی مجلس رو گرم کردیم زلیخان. چون داستان دارد صحبت میکنی اینایی که مثلا نگاه چی پیش میدن این هم خب یک چیزی باشه که مثلا جواب باشه داستان داشته باشه. خودتون تنها بشینین تو خانه چه آهنگی رو میزنین؟ تنها باشین هیچ کم نباشین. آهنگ درد دل همه این آهنگ همه عاشقی درد دل آهنگ درد دل دوست دارم همه عاشقی همه کدومش رو دوست دارید؟ همشو؟ همه خوب همه خوب ها؟ همه یک دونه ویژه ندارین یعنی یک دونه برای خودتان تنهایی؟ این یک دو آهنگ لیاره لیاره میکنید؟ بله برای دل خودتون؟ داستان داره لیاره؟ داستان داره لیاره؟ نه این داستان نداره. این مال چی زبان خراتیه زمان چاپویلیه این مال دوره چی رضا شاه زمان مال چاپویلیه که من خراتیه را از یومد و گوگلان و خیوه و بخارا و سمرقند و می آمدن این دوستا همه خورد میکردن نبردن گوسفند و هر چیز بگی اونو میفتد خورد میکردن میفتد نبردن همین علامه مزاره مال او زمانه همین لیاره مال او زمانه همین شوره جان مال او زمانه اینا درباره همه قارتگری درباره همه ستم میکردن کسی نبود خواهد جلو اینا بگیره. یک علامه رشید اینجا بود یک زمی جلو اینا گرفت او را کشتن علامه رشید.